خب در ادامه بحث امارای ناحیه لگنی شما این محدوده رو در نظر بگیرید، به طوری که سکشن اول در این محدوده گرفته شده و از این قسمت به سمت پایین ما سکشن های مختلف رو با همدیگه بررسی میکنیم. پس اولین سکشن اگزیال از ناحیه لگنی هستش. شما در این تصویر کاملا به وضوح میتونید اینو مشاهده کنید. پس اینجا همون ایلیوم هستش یا همون ایلیا، میتونیم بگیم کرست هستش، ایلیا کرست که نمیتونیم بگیم، این ناحیه ایلیوم هستش. و در قسمت قدام گفتیم عضله‌ای که وجود داره ایلیاکوس هستش. مجاور ایلیاکوس عضله سواس ماژور هستش که با همدیگه یک تاندون رو تشکیل میده و متصل میشه به تروکانتر کوچیک. در سطح خلفی ایلیوم ناحیه گلوتال هستش. خب مشخص گلوتئوس مینیموس هستش، گلوتئوس مدیوس هستش و گلوتئوس ماکسیموس در سطح خلفی. خب این محدوده مربوط به محدوده داخل لگن هستش و این هم مثانه و سایر قسمت ها. این عضله‌ای که اینجا هستش عضله رکتوس هستش، رکتوس ابدومینوس که در قسمت سطح قدام شکم وجود داره. خب با توجه به این، اگه این رکتوس باشه و این هم عضلات سواس باشه، گفتیم در داخل حفره لگن ما یک سری عروق داریم. گفتیم که کامان ایلیاک ها داریم. این کامان ایلیاک ها تبدیل میشن به دو تا شاخه، شاخه اکسترنال، شاخه اینترنال. پس اینجا شاخه اکسترنال هستش، شاخه شریانی و شاخه وریدی میره به سمت، چون نزدیک ایلیاکوس هستش و سمت خارجی هستش و از این قسمت وارد اندام تحتانی میشه. خب بیایم سکشن پایینتر رو بررسی بکنیم. تقریبا همین هایی که خدمتون عرض کردم. در قسمت بالا هم اینجا عضله پیرفورمیس هستش. گفتیم عضله پیرفورمیس عضله‌ای هستش که میومد سوراخ سیاتیک بزرگ رو تقسیم میکرد به دو تا سوراخ فوقانی و تحتانی. خب سکشن پایینتر اینجا کاملا مثانه مشخصه، مایع داخل مثانه مشخصه، عضله رکتوس ابدومینوس مشخصه، ورید و شریان‌های ایلیاک خارجی مشخصه، عضله ایلیاکوس کاملا مشخصه. اینجا تقریبا انتهای ایلیوم استخوان هیپ هستش. پس در سطح خلفی اون عضلات گلوتئال ها کاملا مشخصه، گلوتئوس مینیموس، مدیوس و ماکسیموس هستش. به این راحتی شما خب سکشن پایینتر همین هستش، چیزایی که خدمتون عرض کردم و تکرار شده. خب اینجا گفتیم چه عضله پیرفورمیس هستش. خب این عضله پیرفورمیس گفتیم که سوراخ سیاتیک رو تقسیم میکرد به دو تا سوراخ. گفتیم از سوراخ تحتانی عصب سیاتیک عبور میکرد. پس این عضله اینجا هم سوراخ سیاتیک هستش، سوراخ سیاتیک بزرگ که از اون هم عصب سیاتیک عبور خواهد کرد. اینجا سمت داخل اگه یادتون باشه گفتیم یک عضله وجود داره به عنوان عضله ابتراتور شناخته میشه. این هم ابتراتور داخلی هستش. این هم ورید و شریان ایلیاک خارجی. عضله ایلیاکوس و سواس ماژور در قسمت پایین یک تاندون مشترک داره و متصل میشه به تروکانتر کوچیک. پس در قسمت قدام اینها رو داریم، در قسمت خلف عضلات گلوتئوس ها رو داریم. به این راحتی شما میتونید تشخیص بدین که چه قسمتی. خب در سکشن پایینتر داره یواش یواش سر استخوان فمور و مفصل یا حفره استابولوم داره مشخص میشه برای ما. پس این سر استخوان فمور و این هم مفصل هیپ هستش. خب اگه این مفصل هیپ باشه در قسمت خلفی خب این عضلات گلوتئوس ها هستش. خب این هیچی. در قسمت قدام هم
یک سری عضلات داشتیم. عضله خدمت شما عرض کنم که کشنده تنسور فاسیالاتا، کشنده فاشیالاتا هستش، عضله تنسور فاسیالاتا هستش. خب عضله سارتوریوس در قسمت قدام ران بود، اینجا قسمت قدام هستش، این سارتوریوس هستش و این هم عروق و عروق ورید و شریان های ایلیاک خارجی هستش. این ناحیه مثانه هستش، کاملا مشخصه. عضله رکتوس ابدومینوس. اینا رو من که تکرار میکنم به خاطر اینکه شما بتونید تصور بکنید در چه محدوده ای هستیم. خب اینو دوباره ادامه میدیم به سمت پایین. سکشن پایین تر همین هستش. عضلات گلوتئوس ها، عضلات ناحیه قدام ران هستش، مثانه، عضله رکتوس و سر استخوان فمور و حفره استابولوم کاملا مشخصه. یک لیگامانی وجود داره که سر استخوان فمور رو متصل میکنه به داخل حفره استابولوم. این لیگامان اگه یادتون باشه بهش میگفتیم لیگامان گرد یا ترس. از داخل لیگامان گرد شریان ابتراتور عبور میکنه. شریان ابتراتور تغذیه کننده سر استخوان فمور هستش. پس از لیگامان گرد یک لیگامانی هستش که حفره استابولوم رو متصل میکنه به سر فمور. از داخل لیگامان شریان ابتراتور عبور میکنه. خب کاملا مشخصه. اینجا عضله ابتراتور داخلی هستش. عضلات گلوتئوس ماکسیموس کاملا مشخصه و این هم عضله ژمولوس فوقانی. زیر اون ادامه ابتراتور داخلی رو میبینیم و زیر اون هم ژمولوس تحتانی کاملا مشهود و مشخص هستش. خب این اگه گلوتئوس ماکسیموس باشه، در جداره خارجی ادامه گلوتئوس مینیموس و مدیوس میره به سمت پایین. خب حالا بیایم سکشن پایینتر رو بررسی بکنیم. در سکشن پایینتر حفره کاملا مشخصه، لیگامان ترس مشخصه، تروکانتر بزرگ که خدمت شما عرض کنم که گلوتئوس های مینیموس و مدیوس می اومدن بهش متصل می شدن داره مشخص میشه. خدمت شما عرض این هم مربوط به کمپارتمنت قدامی ران هستش. عضله مثل عضله سارتوریوس هستش و عضله رکتوس فموریس، اینها مربوط به کمپارتمنت قدامی هستش. گفتیم که در سمت داخل ران یه دونه مثلث وجود داره به عنوان مثلث فمورال، داره مشخص میشه. اینجا در داخل مثلث ما ورید و شریان فمورال رو داریم و اگه یادتون باشه گفتیم در کف مثلث فمورال ما عضله پکتینوس رو داریم. پس یکی از عضلاتی که کف مثلث فمورال برای ما میسازه یکی پکتینوس هستش، یکی هم تاندون عضله ایلیاکوس هستش، یعنی ایلیاکوس با سواس ماژور. این دوتا با هم دیگه کف مثلث فمورال ساخته میشه. پس با این اوصاف این محدوده مثلث فمورال هستش، به طوری که کف اون توسط عضله پکتینوس و ایلیاکوس و سواس ماژور ساخته خواهد شد. خب این هم از این قسمت. بریم به سمت پایین، تقریبا در همین محدوده هستش. خب این ابتراتور اینجا دیگه ژمولوس تحتانی کاملا مشخصه برای ما. عضله گلوتئوس ماکسیموس هستش، گلوتئوس مینیموس و مدیوس و این هم مربوط به عضلات کمپارتمنت قدامی که در اسلایدهای قبلی خدمتتون عرض کردم. تقریبا انتهای عضله رکتوس
ابدومینوس داره مشخصه، مثانه هم در داخل حفره لگن مشخص داره میشه. خب داره دیگه سر استخوان فمور داره تموم میشه. این مربوط به گردن فمور هستش و این هم مربوط به تروکانتر. پس سر فمور، گردن و تروکانتر بزرگ هستش. عضلات مربوط به کمپارتمنت قدامی هستش، عضلات مربوط به ناحیه گلوتال و این هم شریان دیپ فمورال هستش. اگه یادتون باشه گفتیم یکی از شاخه های شریان فمورال دیپ فمورال هستش. پس شریان دیپ فمورال در اطراف مفصل هیپ کاملا مشخص بود، به طوری که یکی از شاخه های شریان فمورال بود. گفتیم از شاخه دیپ فمورال 3 تا شاخه جدا می شد، یکی شاخه های سوراخ کننده و همچنین سیرکمفلکس های فمورال داخلی و خارجی از این شریان جدا خواهند شد. خب این هم از این و این مربوط به عضله پکتینوس و این هم عضله ایلیوسواس، تاندون عضله ایلیوسواس. پس این محدوده مربوط به کف مثلث اسکارپا هستش و خواهد بود. خب تقریبا چیز خاصی نداریم، همونا هستش، تکرار میشه. این قسمت بالایی مربوط به پوبیس هستش و در قسمت وسط مفصل سمفیز پوبیس ساخته خواهد شد. خب اینجا دیگه پوبیس تموم شده. قسمتی که ما زمانی که روی زمین یا هر جایی میشینیم، قسمتی که با سطح زمین تماس داره در اصل توبوریزیته اسکیال هستش. قسمتی از اسکیوم که داره یک توبوریزیته هستش، این در از توبوریزیته اسکیال هستش. این توبوریزیته اسکیال و این هم مربوط به استخوان فمور هستش. عضلات مربوط به کمپارتمنت قدامی و این هم مربوط به مثلث فمورال و این هم مربوط به عضلات ناحیه گلوتال هستش. خب بیایم دیگه چیز خاصی نداریم. این هم مربوط به عضلات کمپارتمنت قدامی، یکی رکتوس فموریس هستش، سارتوریوس هستش و همچنین واستوس لاترالیس و اینترمدیوس. اینها عضلات کمپارتمنت قدامی هستش و این هم تنسور فاسیالاتا مربوط به فاشیای عمقی هستش. خب این مربوط به کمان. خب بیایم این هم عضلاتی که در سمت داخل فمور هستند و به عنوان عضلات اداکتور معروف هستند. عضلات اداکتور بریویس، اداکتور لونگوس و همچنین اداکتور ماگنوس. این 3 تا عضله جز همراه با عضله پکتینوس. پس عضله پکتینوس، اداکتور ماگنوس، اداکتور لونگوس و اداکتور بریویس، این 4 تا عضله جزء عضلات داخلی ران و عضلات اداکتورها هستند. اداکتور یعنی عضلاتی که نزدیک کننده ران به شمار میرن. پس به راحتی میتونیم با این چند تا عضله میتونیم تمام کمپارتمنت ها در آناتومی مقطعی رو به راحتی تشخیص بدیم. خب این هم همینه، چیز خاصی نداره. خب حالا بیایم تصویر پایین در اصل یک مقطع آگزیال هستش از ناحیه لگن. من اینو براتون کشیدم که براتون مشخص باشه. حالا میایم یک خط فرضی رو بر روی مفصل هیپ میکشیم به طوری که بدن یا لگن یا مفصل هیپ به 2 قسمت جلو و عقب تقسیم بشه. اگه ما این تقسیم بندی رو انجام بدیم به عنوان تقسیم بندی
ناحیه یا سکشن کرونال هستش. تصویری که از اینجا برای ما تهیه میشه به عنوان تصویر کرونال در نظر میگیرد، به طوری که گفتیم اگه بدن تقسیم بشه به دو قسمت جلو و عقب، تصاویر کرونال خواهد بود. خب بیایم اولین سکشن رو از این ناحیه تهیه بکنیم و به سمت عقب حرکت بکنیم. اولین سکشن تقریبا در این محدوده هستش. در این محدوده از ناحیه لگن تهیه میکنیم در یکی از اندامهای فوقانی یا یکی از مفاصل. خب ما همچین شکلی رو خواهیم داشت. اینجا به خاطر اینکه بتونید تصور بکنید، در اصل مفصل هیپ هستش که شما دارید از جلو بهش نگاه میکنید. پس این ناحیه‌ای که اینجا میبینید گرد هستش، در اصل مثانه هستش. خب اگه اینجا مثانه باشه، پس این استخوانی که اینجا هستش استخوان پوبیس هستش. خب این استخوان پوبیس و قاعدتاً اینجا باید در کات‌های بعدی سر استخوان فمور برای ما مشخص باشه. پس اینجا یه قسمتی از استخوان ایلیوم مشخصه برای ما. عضله‌ای که در سمت داخل لگن وجود داره ایلیاکوس، عضله‌ای که در پشت وجود داره به عنوان عضلات گلوتال شناخته میشن. خب بیایم به سمت پایین حرکت بکنیم. منظورم از به سمت پایین اینه که به سمت عقب مفصل هیپ حرکت میکنیم. خب مثانه کاملا مشخص شد. خدمت شما عرض کنم که کاملا مشخصه و در این محدوده ما استخوان دوباره ایلیاکو داریم. در اسلاید قبلی گفتم در سطح داخلیش ایلیاکوس و عضله سواز، در قسمت خلف هم ناحیه گلوتال ما گلوتئوس ها رو داریم. خب بیایم اسلاید بعدی رو بررسی بکنیم. کامل الان دیگه مشخصه. اینجا حفره استابولوم هستش، سر استخوان فمور داره مشخص میشه. این قسمت بالا ایلیاک هستش، قسمت پایین مربوط به اسکیوم و پوبیس هستش. خب عضلاتی که در سطح خلفی هستش عضلات گلوتال ها هست، ناحیه گلوتال یا گلوتئوس ها هستش. در سمت داخل ایلیاکوس و سواس ماژور هستش و اینها هم عضلات کمپارتمنت قدامی. هنوز تو کمپارتمنت قدامی ران هستیم، داریم به سمت عقب حرکت میکنیم. پس کمپارتمنت قدامی گفتیم 4 تا عضله داشتیم. عضله واستوس لاترالیس، واستوس اینترمدیوس و واستوس مدیالیس هستش. درسته؟ پس این عضلات کمپارتمنت قدامی هستش و این هم کشنده تنسور فاسیال، عضله تنسور فاسیالاتا هستش و این عضلاتی هم که در اینجا قرار داره مربوط به عضلات اداکتورها هستن. این عضلات داخلی ران، این قدام ران ناحیه خلف هیپ یا همون ناحیه گلوتال هستش. خب بیایم به سمت پایین تر حرکت بکنیم. الان کاملا حفره برای ما مشخص شد. سر استخوان فمور مشخصه، مثانه مشخصه، ایلیوم مشخصه. عضلاتی که در سطح گلوتال هستش گلوتئوس مینیموس، گلوتئوس مدیوس کاملا مشخصه. کمپارتمنت قدامی عضلات واستوس ها مشخصه، عضلات واستوس لاترالیس، مدیالیس و اینترمدیوس کاملا مشخصه و این هم ناحیه‌ای که عضلات اداکتورها قرار دارن. خب بیایم یک سکشن عقب‌تر بریم. اینجا سر استخوان فمور، اینجا یک فرو رفتگی که در سر استخوان فمور وجود داره و لیگامان گرد وارد اون میشه، همراه با شریان ابتراتور گفتیم وارد این قسمت میشه، تغذیه کننده سر فمور هستش. این مفصل سینوویال هم مفصل هیپ هستش که از نوع سینوویال هستش و
این هم عضلات گلوتئال ها در سطح خلفی یا ناحیه گلوتئال. این هم عضله که اینجا هستش، عضله ایلیاکوس، سطح داخلی یا قدامی استخوان هیپ هستش. و این هم ناحیه عضلات اداکتور هستش، سمت داخل ران. الان دیگه کاملا میتونید تصور بکنید که کجا هستیم. تقریبا استخوان فمور برای ما مشخص شده، سر استخوان فمور، گردن، تروکانتر بزرگ و این قسمت پایین و عقب‌تر تروکانتر کوچیک. پس با این اوصاف این عضلات گلوتئال ها هستن. گلوتئوس مینیموس و مدیوس میاد به سمت پایین و متصل میشه به تروکانتر بزرگ. ببین جهت حرکت عضله دقت کنید که به تروکانتر متصل شده. مثانه کاملا مشخصه و عضلاتی که الان دیگه چون استخوان برای ما مشخص شده، دیگه این عضله رکتوس فموریس دیگه دیده نمیشه، اینترمدیوس دیده نمیشه، اما این طرف واستوس ها هنوز مشخصه. این واستوس لترالیس، واستوس مدیالیس و این هم عضلات اداکتور ها هستند که در کمپارتمنت داخلی ران وجود دارن. وقتی داریم به سمت عقب میریم دیگه داره استخوان فمور داره تموم میشه. این سر استخوان، استابولوم، تروکانتر بزرگ، اینجا تروکانتر کوچیک برای ما مشخص شد. عضله ایلیاکوس و سواس ماژور می اومدن اینجا متصل می شدن. درسته؟ این عضله این تروکانتر کوچیک هستش و داریم به سمت عقب میریم. مثلا اینجا تروکانتر بزرگ مشخصه، باقی مانده تروکانتر بزرگ هستش و خدمت شما عرض کنم که اینجا ایلیاک هستش و عضله 4 سر رانی هستش، کوادراتوس فموریس میاد به سمت پایین و این هم عضلات ناحیه گلوتئوس در خلف ناحیه هیپ و ناحیه گلوتئال قرار میگیرن. عضله پیرفورمیز، عضلات گلوتئوس ماکسیموس، اسکیال توبوریزیتی و دیگه الان این قسمتی که شما هستش در اصل مربوط به ناحیه گلوتئال هستش. عضله گلوتئوس ماکسیموس کاملا مشخصه و قسمت خلف لگن این قسمت هستش. خب این توضیحاتی که خدمتون عرض کردم مربوط به سکشن های اگزیال و کرونال از ناحیه لگن و هیپ، به طوری که شما به راحتی با توجه به این چند تا اسلاید اولیه که محل قرارگیری عضلات هستش، اگه جایگاه این عضلات، عروق و اعصاب رو به خاطر بسپارید، به راحتی شما میتونید سکشن های این ناحیه رو تشخیص بدین و انشالله بتونید این مطالب براتون مفید واقع بشه. خسته نباشید.